به نام خدا. آموزش این جلسمون آموزش حرف بسیار پرکاربرد و زیبای ه هست که هنرمندان زیادی از اون استقبال کردن و تابلوها رو واقعا زیبا میکنن. خیلی خوب، حرف ه دو چشم رو از پرکاربردترین ه هایی که در کالیگرافی میبینید این مدل ه هست که دو مدل ه اولی که مینویسم و بهتون آموزش داده میشه دو مدل اصلی ه کالیگرافی هستن. به حرکت دستم دقت کنید تا متوجه بشین چجوری نوشته میشه. حرکت دستم دقیقاً حرکتی هست که در نوشتن ه فارسی نوشته میشه، اما با تمام پهنای قلم اومدم جلو. حالت یک الف خوابیده، اما این قسمتش حالت نوکتیز یا قسمت ابتدایی الف رو نداره. با پهنای قلم اومدم شروع کردم نوکتیز، با گردش با چرخش قلم این قسمت رو نوکتیز کردم و بعد دو تا حالت همون قسمت ه که در فارسی می نویسیم از عرض قلم شروع کردم با پهنای قلم و بعد دوباره قلم رو چرخش دادیم. اما از چیزای تزیینی که در ه میتونیم استفاده کنیم، شما میتونید ه تون رو به این سبک تزیینش کنید یا به این سبک، یا الف رقصان رو به این قسمت اضافه کنید یا به این سبک. البته این کاربرد این ستایی که نوشتم براتون، این هر سه مورد میتونید در جاهای دیگه هم یا حتی در جاهای دیگه هم مورد استفاده قرار بدید. و یه سبک دیگه از ه که در کالیگرافی مورد استفاده قرار میگیره و ه کالیگرافی به خط مدرن هست، این سبک هست. شروع کردم به حرکت. و اما مدل‌های دیگه که ه که کاربرد داره، این هم که ه اشکی هست که در پر کردن جاهای خالی خیلی کاربرد داره. از تیزی شروع کردم، یعنی یک نوک تیز براش ایجاد کردم، بعد اومدم پایین که همین کار رو واسه این ه هم میتونید انجام بدید، یعنی که از پهنای قلمتون شروع به حرکت کنید. و بعد شروع کردم به حرکت، یعنی تقریبا همون حرکت ابتدایی که ه اولم داشت اینجا هم دارم انجام میدم، یه خورده ایستاده تر. و بعد شروع میکنم، ببینید این حالت شکل 5 یا قلب میکشم تا اینجا که اومدم. این حالت اینو شروع کردم، بعد این حالت رفتم و با چرخش قلمم این تیزی رو ایجاد کردم. حالا همزمان این رو میچرخونم بیرون. ببینید که این قسمت های تزیینی واسه اینم کاربرد داره. به همین حالت یه حرکت تندتر رو ببینید. اینم یک نمونه از ه. و یک نمونه دیگه که مانند این اجرا میشه و میتونه بیشتر این هست، ولی شما میتونید به جای ه هم ازش استفاده کنید. این مدل هست، یعنی حالا شما یک مدل دیگه از ه رو من اول آموزش بدم، یکی رو من این اومدم سطح صاف، بعد موازی با خودش رفتم سمت بالا، ببینید حرکت رو، و بعد پهنای قلم رو تو حرکت قبلی قرار دادم و این حرکت رو انجام میدم. ببینید حرکت انتهایی رو، این حرکت رو زیاد تمرین کنید. حالا همین حرکت رو میتونم توی این به کار ببرم و به عنوان ه هم ازش استفاده کنم، اما خیلی کاربردش کمه این مدل. چون که بیشتر نقش این داره تا ه. خب اینا شد از ه های کالیگرافی. و اما ه که در معلا میتونید ازش به عنوان کالیگرافی هم استفاده کنید، خیلی پیچیده هست، یعنی ه انواع مختلف داره و من فقط چند نمونه از اینا دارم به شما آموزش میدم. نمونه های معلا بسیار فراوان هستن مدل های ه.
این الفی رو که اینجا خوابیده انجام دادم، اینجا به صورت یکم عمودتر شروع به کشیدن کردم و بعد حرکت دست من رو نگاه کنید. توی حرکت قبلی تمام پهنای قلم توی حرکت قبلی قرار میدم و بعد شروع میکنم به پایین اومدن و همراه با گردش قلمم این نازکی رو ایجاد میکنم. ببینید حرکت دستم، این حرکت دست من است، دقیقا مثل اتصال حرکت دوم ب. و بعد وقتی میخوایم اتصال کنیم به یه حرف دیگه این رو ادامه میدیم که باز با قسمت های تزیینی واسه اینها هم میتونیم استفاده کنیم. یه شکل دیگه ای از همین ه رو میتونیم ادامه بدیم به سمت بالا و بعد این رو ضمیمه کنیم به خودش. اینو میتونم تا وسط ادامه بدم یا ادامه بدم تا به حرکت دومم وصل بشه و بعد دوباره اتصالم به حرکت بعدی. یک نمونه ه دیگه که من این ه رو خیلی دوست دارم و همون راهی هم که دوست دارم بهتون آموزش میدم. باز این حرکت اول ه های بالایی رو یعنی یک الف رقصان کوچک یا دندانه پ رو اما به صورت خوابیده تر و بعد شروع میکنم پهنای قلمم رو توی حرکت قبلی قرار دادم و بعد شروع میکنم به این حرکت به صورت کوچک این حرکت رو دوباره اجرا میکنم و باز تو حرکت قبلی قرار میدم. دقیقا شکل 5 بیرون میاد. ولی این رو ببینید من این حالت نوشتم، این از این حالت اومده ولی این یکی نه، یک حالت سین که نوشته شدیم آموزش دادیم بهتون، دو تا دندانی که پشت سر هم میخواست قرار بگیره دقیقا چنین حالت رو پیدا میکرد و بعد اتصالمون به حرف بعدی. مثلا میتونیم بنویسیم هوه، اینم از هوه. خب اما ه آخر چسبان یعنی این ه رو چجوری اجرا کنیم؟ ببینید همون یه رو که بهتون گفتم مشابه همون، مثلا فکر کنید می‌نویسید که این رو اجرا میکنید، هم این یه رو چنین به عنوان ه آخر چسبان اجرا کنید یا اینکه نه از ه کالیگرافی استفاده کنید. ببینید حرکت به سمت یعنی بدونی که بخوام جهت رو حرکت بدم به سمت چپ مستقیم حرکت میکنم، این اجرای الف وصل و بعد به سمت بالا میرم سمت داخل دست راست یک حرکت انحنایی بهش میدیم و بعد حرکت های بعدی رو بهش اضافه میکنیم. من این مستقیم که شد میتونم انسی قلم رو بلند کنم و با وحشی قلم ادامه بدم. ببینید حرکت رو با وحشی قلم ادامه دادم. یا حرکت دیگه از همین نمونه ه ببینید اجرا رو یه بار دیگه تا اینجا اجرا کردیم که این خمیدگی میتونست بیشتر باشه. حرکت رو بعد میرم داخل و بعد میام بیرون و بعد ادامهش میدم به سمت پایین. این میتونه کوتاه‌تر، فاصله بیشتر داشته باشه، کوتاه‌تر باشه یا فاصلهش کمتر باشه و ادامه پیدا کنه. امیدوارم لذت برده باشین از آموزش این جلسه هم. تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.